هلو گایز، من عرفانم. من پدرامم. خیلی خوش اومدین به چنل کولاک. امروز اومدیم با چالش ریال و کیک یا فیک یا شیک یعنی داستان از این قضیه و تصویر قراره بر ما بیاد. یکیش واقعیشه و یکیش نقاشیشه. ما باید حدس بزنیم کدوم نقاشی و کدوم واقعیه. حس می‌کنم چالش سخته. چالش سختیه و البته با مجازات سوسه. هر کی اشتباه بگه بین هر راند یه قاشق میخوره بدون استثنا. بدون استثنا. پس آخر ویدیو همراه ما باشین. اگر از ویدیو خوشتون میاد همین الان ویدیو رو لایک کنین، چنلم ساب کنین، زنگوله بغلش هم بزنین که هر موقع ویدیو گذاشتیم نفر اول در جریان باشه. درسته، خبردارم بشه. همچنین. پس بدون معطلی بریم با هر اضافه بریم سراغ ویدیو. لیتس گو. کدوم؟ جفتش واقعیه. این داغ این معلوم نقاشی، راست نقاشی. راست معلوم بود نقاشیه و چپ هم واقعی. آره. این اولیش ایزی بوده. خیلی ایزی بود. بریم سراغ بعدی. اصلا سلطان این چیزا هستم من. اصلا میدونی که چشای تیزبین زنگو زدم. الو همجا رو صحبت میکنه من تعریف کنم از خودم چشای خیلی تیزی دارم. عینک رو نگاه نکنیم. یکیه. آره. چشم صفر بود. برای خلبانی تست دادم. آره. قبول شدم نرفتم. تموم شد. معلومه که راستیه دیگه. اصلا راستیه فیکه. این نقاشی بود. راستیه اصلا معلوم بود. این نقاشی قشنگی بود. ولی تابلو بوده. آره ولی اینجوری نمیتونه کار هر کسی نیست اینجوری بکشه ولی تابلو بوده. تابلو اسکوبار. فرایند نقاشی هم میذاره. آره فرایندم کامل میذاره که ما بفهمیم که چه زحمت‌هایی برای مثلا یک دونه ویدیو داره چیکار میکنه. آره ما زحمت کشیدیم. اینجا مشکل داری. کیفیتش پایینه. ما روش عدد میذاریم که قشنگ بفهمیم. 1 2 3 4 5 6 تا تیکه. از اون تیکه سمت چپ بالا یعنی این از 1 میخوره تا پایین دیگه. خب من میگم 3 فیک. این من میگم همین دیگه 3. الان 1 این یکه 1 2 3 فیک. 3 فیک. آره به نظر من نقاشی اصلا معنا کن چی رو میبینی؟ اصلا اون تیکه که پنیر علیکیه. اصلا اون تیکه که پنیر میگیره از نون جدا میشه تو نگاه کن. سومی فیک. اصلا هر کی جزئی این فکر کنه اصلا اشتباهه. نمیشه ما رو به این راحتی اصلا فرکانس اون نوری فرکانس نور چیه داشت؟ راحت بود. ایزی نقاشی بود معلوم. یه لحظه یه جوری گرفت فکر کنم اینا میخواد بخوره آخر ویدیو. اونقدرم راحت نبود دیگه. نه راحت. ولی باز زحمت کشید. من باز این عدد میارم دیگه. این 1 این 2 3 4 5 6 7 8 9 9 اصلا رنگش معلومه. 9 نقاشی سایش فیکه. آره اصلا معلومه. منم میگم 9 معلومه واقعا. آره 9 تو رو خدا 9 اصلا رنگی ببین. این چه شیرینی داخلش خامه انگار بستنی. دموم شد. درست همون 9 واقعا سخت گول زدن ما. آره ایزیه. مثلا رنگش هم نگاه کن. آره تو فهم کرد. مثلا انگار یه رنگ روغنی روش الکی کشیده که فقط صیقلی و براق باشه. آره همون. این کدوم به نظر سمت چپه. نه چپ بده. چپ خیالش چجوریه؟ چجوری؟ نرسیده. این روشن رنگش می‌بینی یا من اشتباه می‌کنم؟ ببین به نظر من نونش خیلی فیکه. این نون سمت راستیه خیلی واقعی تر نیست. من خیال دیدم. هرچه اون خیال نداره ولی خیلی خیال مگه اینقدر روشنه. این جوریه صیقلیه مثل روشن. خب خیال تازه باشه اینجوریه دیگه. من میگم تو بگو من. نه نمیگم ولی چپ معلومه چپ ولی به خاطر نونش من دارم میگم چپه نه با خیارش. گیری به خیار دادی معلوم بود. تو نون رو نگاه کن نون خیلی انگار نون بیاض باشه انگار نون مونده باشه. ایزیه دیدی؟ حالا بچه‌ها فکر می‌کنن شاید ما مثلا مجازات نداریم الکی فقط داریم میگیم درست بگیم ولی نه دوستان اینجاست.
این سس تند هم آوردیم که همراه چیز واقعا اگه اشتباه گفتیم بکنیم، ولی متاسفانه فعلا اشتباه نگفتیم. خیلی زیادیم. حاجی من فهمیدم. میدی خود نگاه بندازه. چه کن من فهمیدم بچه. من فهمیدم. عرفان فهمید. من فهمیدم. شمارش معکوس الان داره برات میاد. نه شمارش معکوس نذار من هول نکن. من هول نشم بهت داداش نمیشه بگی کدوم. منم فهمیدم. فهمیدی؟ این. آره. تموم شد رفت. چشمان تیزبین. میخواست من هول کنه با چیز شمارش معکوس، ولی خدای خیلی سخت بود. تو این همه شکلات واقعا البته کشته بود. نه درست. همین آقایی که اون ریز بود. خیلی ایزیه. بله معلوم بود. خیلی ایزیه. این همه شکلات انداخته بود که ما رو گول بزنه، ولی کسی گول بخوره. هم. راست میگی؟ من که دارم راست میگم. من میگم چپ، تو میگی راست؟ بریم ببینیم کی آخرین سس تند رو میخوره. آقا رفا اون چپ درسته دیگه. تو چپ فکر بیا برو خودتو سیاه کن، بیا برو بچه. و بالاخره به اونجایی که دلتون میخواد ببینین مجازات. ویدیو خیلی داشت بدون مجازات پیش میره. داشت عرفانم یک کم سس تند بخور، یه قاشق سس تند. یعنی این گلوریا خیلی خوبه ناموسه. خیلی دوستش دارم. دوستش داری؟ دوستش دارم. اوکی یه قاشق نه من بزنی؟ خیر. دوستش دارم. نه. نمیخوای بیشترش کنی؟ خوبه. بکنی؟ نزدیک نشیم رمید. غلط انداز بیاد یه رسته هستی. برو 1 2 3. آی جان خوشمزه و دوست آخ حاجی رفت پایین سوز آورد. خب بچه‌ها اینم بود از آخر ویدیو. امیدوارم که از این ویدیو لذت برده باشین. اگر از این سبک ویدیو خوشتون میاد حتما این ویدیو رو لایک کنید، چنل ساب کنید، زنگوله رو بزنید. اوکی. از این سبک ویدیو خوشتون میاد حتما ویدیو رو لایک کنید. یه بار دیگه من میگم بازم لایک کنید که پارت 2 هم براتون بذاریم، بگیریم، حال کنیم، عشق کنیم. همه با هم دیگه. مرسی که وقت گذاشتین تا اینجا این ویدیو رو دیدین. تا ویدیو بعدی بای بای. اصل بیارو لایک کنین، چنلم ساب کنین، زنگوله بغلش هم بزنین که هر موقع ویدیو گذاشتیم خبردار بشیم. اگر از این سبک ویدیو خوشتون میاد بازم براتون میخوایم بزنین. هنوز صحبت میکنه ول کن دیگه. خب بچه‌ها اینم بود از آخر ویدیو. امیدوارم که از این ویدیو لذت برده باشین. اگر از این سبک ویدیو خوشتون میاد حتما این ویدیو رو لایک کنید، چنل ساب کنید، زنگوله رو بزنید. بچه‌ها اگه دوست داریم باز از این سبک ویدیوها ما براتون بذاریم، دوست داریم